شیخ تقی الدین این لقب شیخ الاسلام است. تقی الدین، صلاح الدین، مصلح الدین اینا لقب است، اینا اسم نیست، نام نیست. اینا 400 سال اسلام خیل چنین نامگذاری نبود. بعد اولین شده یکی از پادشاه ها را لقبش لا مردم لقب رکن الدین دادن. برای این لقب خیلی توی عظیم داده بود. بعد هر کی خدمت شایسته به دین مقدس اسلام با مسلمان ها میکرد یک لقب میدادن که کلمه دین داشته باشد، مانند محی الدین، زنده کننده دین، تقی الدین، نگاه دارنده دین از بدعت و خرافات. و شیخ الاسلام این لقب دادن. شیخ الاسلام گفتن که اینی اکره ذلک، من این لقب بعد میبینم اگر مشهور نمیشدم با همین لقب نمی نوشتم. بعد گاه خودشون در آخری فتوا می نوشتن که کتبه تقی الدین ابن تیمیه. این فتوا رو تقی الدین ابن تیمیه نوشت. ابن تیمیه ها بود 3-4 نفر دیگر، مثلا دیگرها دیگر لقب داشتن. بنابراین تقی الدین یعنی که با همین لقب کدام ابن تیمیه بودنشان، پدرشان ابن تیمیه بود، شرف الدین برادرشان، برادرهایشان، باباشان هم ابن تیمیه بود، مجد الدین ابن تیمیه بود. اینا تقی الدین ابن تیمیه. بنابراین می نوشتم. لیکن این نام نیست. بنابراین این خیلی نام نگذارید به فرزنداتون. در کتاب تسمیه المولود علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه بیان کردن که این یعنی که در 400 سال اسلام نبود چون این نامگذاری. بعد این هر کسی که خدمتی شایسته میکرد از طرف دیگرها این لقب داده میشد، نامشان دیگر است. نام شیخ الاسلام احمد است. این یکی از لقب هایی که مردم دادن تقی الدین. لقب مردم میدهند. این لقب است، نام نیست. خلاصه بعدی چندین سالها باز گذشتن، بعد از لقب به نام گذشت و ارزانی شد. هر کس میتونه دیگه نام فرزندش دین و حتی علاءالدین و سفیان الدین و دین میموندن. این معنا ندارد، یعنی طبق فرموده شریعت نیست. این لقب است، نام نیست.